إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون آیه 145 داستان موسی علیه السلام با فرعون شروع است. زمانی که دعوت موسی علیه السلام فرعونیا قبول نکرد، الله متعال مبتلا به عذابای گوناگون کرد. عذابای الله متعال در دنیا برای بندگانش یا برای بیداری و هوشیاری امی بندگانش می باشه. کتاباش اگر از یک را یا بصیرت برشان حاصل نشد، متوجه نشدن، از راه دیگری متوجه شوند و بدانند که حقیقت امر کدام است. او جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قال یا موسی اجعل لنا الها كما لهم آلهه قال انكم قوم تجهلون. آیه 138. ماشاءالله. پس اینمی حالتایی که بالای قوم فرعون آمده بود و بیدار نشدن، هوشیار نشدن، با وصفی که مختلف عذابا سرشان آمدن و باید فکر میکردن که ما مخالفت دعوت پیغمبر موسی علیه السلام کردیم. خودشان میدانستن که به دعای موسی علیه السلام این عذاب الله متعال از ما دور میکنه، از امو خاطر مراجعه به موسی علیه السلام هم میکردن، لیکن باز هم یا بیدار نشدن، به هوش نآمدن که دعوت موسی علیه السلام لبیک میگفتن و امو کامیابی را الله نصیبشان میکرد. لیکن الله متعال وعده کرده، ما و شما در دعوای صورت گفته بودیم که مقابله قومایشان به امرای پیغمبران و آخر انجام امی قوما چی میشه. اینجام قوم فرعون الله متعال بیان کرد که کل چیزایی که یا جور کرده بودن، ساخته بودن، کلش ویران شد. برای خود که جاهای ناز و نعمت و عیش و عیاشی کرده بود کلش از بین رفت و امی ملکت الله متعال نصیب بنی اسرائیل کرد. حکمت از او هم الله بیان کرده بود که بما صبرو، یعنی از استقامت کار گرفتن، مبارزه کردن، الله متعال بر ازوا نصیب کرد. اینجا مرحله یا حصه قصید موسی علیه السلام مرحله دیگهش است. زمانی که فرعونیا دیدن که موسی علیه السلام آرام نمی نشینه و در بین مردم دعوت شروع کرده، تلاش میکردن موسی علیه السلام به یک عنوان دستگیر بکنه. موسی علیه السلام امور خود تنظیم کرده بود. کسانی که دعوت یزیر پذیرفته بودن، همراهش یک جا شده بودن، همیشه مشوره ها میکردن. از امو خاطر او معامله قتل یک قبطی یعنی از قوم فرعونی هم توسط موسی علیه السلام صورت گرفته بود و نمو بود که بهانه برای فرعونیا موجود شد که باید موسی علیه السلام دستگیر کنه و به پنجه قانون بسپاره، قانون خودشان که او قانون طاغوتی و خود ساخته بود. نفر آمد موسی علیه السلام خبر کرده بود. موسی علیه السلام به امرای بنی اسرائیل آل دیگه هجرت میکنه، حرکت میکنه که از این منطقه بکشن خدا. چرا مبارزه در اینجا در صورتی که فرعونیا به می امکانات و قوت خود استوار باشن نمیتونه، از او خاطر بنی اسرائیل قط خود گرفته حرکت کردن. لیکن قاعده ای طور است که زمان یا رفتن صبا بیدار شدن فرعونیا که بنی اسرائیل ایج وجود نداره، اما کسایی که تابعدار موسی علیه السلام بود لشکر خود جمع کرد و گفت که ما دنبال از یا می رویم. چرا؟ یارا به هر عنوانی که باشه زیر میکنیم و نمیگذاریم شه. اینمی موقعی بود که تابعدارای موسی علیه السلام سخت ور خطا شده بودن زمانی که لشکر فرعون پشت سر خود دید و پیش رویشان هم بحر قلزم او موجود بود. تیر شدم نمیتونست به خاطر که کشتی ها یا ای گپایی که سبب عبورشان از امی بحر شوه موجود نبود. در داستانای انبیاء علیهم السلام عجیب حالات برای انسان پیش میشه و یکی از جمله امیدهایی که انسان بیخی ناامید باشه پیدا میشه. زمانی که حالت قوم موسی علیه السلام دید بسیار ور خطا شدن. چرا؟ به خاطر که از او طرف لشکر فرعون میرسه، این طرف دمی رویشان بحر گرفت، بسیار خیلی ور خطا شده بودن. اما کسانی که استوار به ایمان هستند و از کمک الله و اسباب غیبی هیچ وقت مایوس نمی باشه. الله متعال در میدان کمک بنده های خدا میکنه
که هیچ اسباب ظاهری در اونجا موجود نباشه. هاجره رضی الله عنها زمانی که در دنبال آب می تپید و می دوید، الله متعال در موجه آب از زمین خشک برش پیدا میکنه. زمانی که با وصفی که بنی اسرائیل اینقدر گپا با هم از حالاتی که در سر قوم فرعون آمده دیده، لیکن بازم متزلزل هستند، به خاطری که نوری ایمان در قلبشان خوب نتابیده، استوار باشه، مایوس نشوه. از او خاطر به موسی علیه السلام پیشنهادا میکنه. الله متعال موسی علیه السلام در می موقع با بسیار حوصله‌مندی به قوم خود جواب داد که الله قطما یار است و این بحر ان شاء الله دمی روی ما چی میشه. امو بود که الله فرمان داد، قطع عصا بحر زد و از بحر همینطور خشک تیر شد. آبی که همیشه سیال بود به مثل بندای کواره استاد شد، یعنی مثل یک چیزی خشک واره. پس یکی از جمله نشانه های قدرت الله متعال و ثبوت نبوت موسی علیه السلام برای بنی اسرائیل بود. کسانی که همچون امور خارق العاده و معجزات ببینه، نشانه های قدرت الله را مشاهده بکنه، باید او دیگه هم محکم شوه، الله را بشناسه که الله کدام ذات است. اما الله بیان امی بنی اسرائیل میکنه که الله یا را نجات داده، لیکن یام به هوش نآمده. به جای از اینکه الله را بشناسه توسط این نشانه های قدرتش، نعوذ بالله از موسی علیه السلام تقاضای معبود به خود میکنه، معبودی که نه گفته میتونه و نه جواب داده میتونه، نه خود نجات داده میتونه. این بسیار جالب است. الله رحم بکنه. اصلا این داستانات درسای عظیم برای ما و شماست که در آیاتش انشالله ما بحث میکنیم. و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ما عبور دادیم بنی اسرائیل از بحر، یعنی تیر کردیم شه از بحر. فاتوا علی قوم یعکفون، آلی این مرحله که چه قسم تیر کرد او چه قسم عبور کردن از بحر، این در جای دیگری الله این قصه را میاره، اما به عنوان دیگه، به یک مقصد و هدف دیگه. در اینجا منظور ایسته که قوم همیشه در مقابل انبیاء علیهم السلام چی کرده، قوم چی عکس العمل به امرای پیغمبرای خود نشان داده. یکی از عکس العمل هم عکس العمل بنی اسرائیل است که بعد از دیدن نشانهای قدرت الله، پس از دیدن معجزات نبوت موسی علیه السلام، بازم نعوذ بالله به مو دین باطل خود نعوذ بالله گرویده و پس مطالبه امو قسم عبادت دارن که زمان قبلا میکرد و قومای مشرک دیگر را میبینه. در اینجا الله متعال بر ما و شما درس میده که انسان همیشه تقلید میکنه از کسی دیگری زمانی که میروه، با وصفی که الله برای انسان اینطور جوهر داده که باید دنبال روی کسی دیگری نباشه، خود تحقیق بکنه. لیکن امی طبیعت انسان طور جور شده که زود رنگ دیگرها را به خود میگیره. از امو خاطر است که ماحول و محیط صفا و سالم در تربیه انسان، در علم انسان، در اخلاق انسان خیلی تاثیر زیادی داره. همچنان اگر محیط آلوده باشه، بد اخلاقی در اونجا باشه، حتما تاثیر در اولادای انسان داره. چرا؟ به خاطری که انسان در طبیعتش دنبال روی وجود داره، الا ماشاء الله، مگر خیلی کم مردم است که وارای تحقیق در پیش میگیره، همیشه دنبال رو نمی باشه. اینجا میبینیم که قوم موسی علیه السلام بنی اسرائیل چه قسم دنبال روی میکنه. الله امو گپ بر ما نقل میکنه. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، آمدن بالای قومی که یعکفون لازم گرفته بودن علی اصنام، بالای بتایی که لهم برای ازوا بود. این قومی بت پرست بود و مجاور شده بودن. عکوف اینجا به معنای مجاور است، همیشه نشسته در پیش بتا، حاجتای خود طلب کرده، عبادات بتا را میکرد. آلی بنی اسرائیل باید از اینمی قدر نشانه های قدرت الله این دید و بصیرت پیدا میکردن که ذاتی که ما را نجات داده او قابل پرستش و عبادت است، نه این چیزی ساختگی به دست انسانی که هیچ حس و حرکت نداشته باشه، حتی تکلم کرده نمیتونه. اما این مردم دیگرها را که ببینه حتما تقلید دیگرها میکنه. از امو خاطر سالی که اکثر در خانه هایتان تلویزیون ها سریال ها را میبینه، اطفالتان ببینه که مثل از وا شم در بده، مثل از وا در بت سجده بکنه، مثل از وا دعا بکنه، مثل از وا دخترها فرار بکنه، مثل از وا بچه ها نعوذ بالله رنگا و دیگه فریبکاری ها و نقشه ها را طرح بکنه. این را بالکل کسی نگویه که نه از این فایده غلط نمیگیره. اینطور فایده غلط گرفته شوه که پرسان نکو. چرا که انسان در طبیعت خود اینمی قسم دنبال روی را خوش داره. اگر اینمی اینجا نعوذ بالله
کلیسا جور شد. کلیسا شما میبینی که به صدها نفر در اینمی کلیسا احترام هم قائل شوه و داخلش هم بره امو کارام بکنه. شما ببینی روز این دعا را مردم افغانستان قطعی این دعا تجلیل میکنه، برای ازوا توفه روان میکنه، تبریکی میگه. روز کریسمس به مو سیستم است. روزهای دیگر خو بگذار، جشنای مجوسا که به نام نوروز است، او خو آنقدر ریشه در جامعه ما دوانده که او را عیناً حیثیت و مقام شریعت داده که در اونجا قبرها را مردم چی میکنه؟ پرستش میکنه، جنده بالا میکنه، تعظیم میکنه. یعنی حالات است. این حالات از چی پیدا شده؟ از اینکه مردم میبینی، وقتی که میبینی تاثیر در تو میکنه. از امو خاطر است که ما حول و محیط از دیدن همچو گپا قطعا ضروری است. بنی اسرائیل ندیدی؟ تالی را هیچ گپی نبود، به مجردی که بود پرستا را دید از موسی علیه السلام تقاضا داره. قالو میگه یا موسی علیه السلام اجعل لنا، بگردان برای ما مقرر کو الهن، یک معبودی را کما لهم آلهه، مثل که برای ازیا آلهتون معبوداست. قال انکم قوم تجهلون، موسی علیه السلام میگه یقینا که شما قوم جاهل هستی. بله، همین مردم که یک دم نشانه قدرت الله را مشاهده میکنه، معجزه موسی علیه السلام میبینه، بازم تقاضای بت میکنه. پیغمبر علیه السلام در حدیث گفت لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع. شما هم تابعداری قومای سابقه را میکنی، بلست به بلست، متر به متر. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر واد یک سوراخی سمسرم داخل شده باشه شما هم داخل میشه. قومای سابقه اگر داخل شده باشه شما هم داخل میشه. در جنگ حنین پیغمبر علیه السلام روان شد، اونجا دیدن کفار در زیر یک درخت برای تبرک درخت مقرر کرده بود، اسلحه خود یک دفعه دو ویزان میکرد، باز میگرفت که برکت حاصل شود. مسلمان هم شروع کردن به پیغمبر علیه السلام گفت یا رسول الله برای ما یک درخت مقرر کو. پیغمبر علیه السلام سخت غصه شد، گفت اینها السنن، اینمی اونمو چیزی که ما گفته بودم که طریقای سابقه را شما دنبال میکنی، اینمیست که شما آل امیر را مطالبه میکنی. شما را ده چی؟ اسلحه را ده درخت ویزان کردن چی تبرک میگیره؟ اسلحه را آدم پاک میکنه، مرمیش آماده میکنه، سوزنکش سعی میکنه، گیتش کش میکنه که فیر میکنه نمیکنه. هیگه پاستن نه به چی واره. نعوذ بالله امروز مردم ما بسیار هیگه پاستن. چبوتره های قبرا مردم میره اینی ترکش کده رایسته، باز میره بوسه کده رایسته. ایده کدام دین است؟ چی گپ است؟ اینمی مردم است، هیچ گپی نیست، هیچ فرقی نداره. اگر او تفنگ خود در یک درخت آویزان میکنه به نام تبرک، امروز که تو چوبی که گپی مولوی مصطفی از لوگر است و جندش هم از چین است، او چی تا برکت حاصل کرده که دو دست میزنی بری تو چی برکت حاصل میشه؟ این کجاست؟ این قبر، این خاکی که سری مرده چپه کرده، این برکت از کجا پیدا کرده؟ ها؟ در این وطن ما امی گپا رواج است، شروع است. شما ببینید دین چی را میگه؟ اینمی بود. قوم موسی علیه السلام هم امی قسم تقاضا کرد. موسی علیه السلام یک نکته به یک نکته جواب داد. کدام نکته؟ قال انکم قوم تجهلون. قرآن نمیفهمی؟ موسی علیه السلام به قوم میگه شما جاهل است. راستی هم تمام بدبختی ها در جامعه اگر او در شرک رسیده باشه، اگر او در بدعت باشه، کلش ناشی از چیست؟ از جهل است، نادانی است. چرا؟ دین الله به مردم بیان نشده، توضیح نشده، قرآن واضح نشده به مردم. از همون خاطر مردم پشتی توتکا و پشتی چیسته اونمو عنعنات خود دویده را ایستن، اموری غلطه عبادت میکنن. نعوذ بالله. اصل گپ ایسته. پس قرآن اشاره به این میکنه که نیازمندی یک جامعه به علم چقدر زیاد است، چقدر باید کوشیده شود. از همون خاطر است اولین وحی در نظام اسلام توسط اقرا خواندن شروع شده که باید خوانده شود. اما امروز عالم ما میخیزه بچه خدا میگه انگلیسی نخوان، نمیگذارشه. دختر زنی خدا خود نه در ترجمه قرآن میمانه، نه در درس حدیث. میگه این گپا را که یاد بگیره، در این گپای حیض و نفاس است. و بدبخت خو حیض و نفاس باید یاد بگیره که مسائل مربوط زندگیشان است. نه 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 نه، اینی حالات ماست. بدبختی در جامعه ما از دست اینمی جهالت است، جهالت حاکم است. موسی علیه السلام برش میگه انها اولای متبر ما هم فیه. موسی علیه السلام برش میگه این مردمی قومی که مجاور نشسته سری بتا، مثل که آل مجاورای ما سری قبرا نشسته، یا کلش برباد هستند، ما هم آن چیزی که یا هستند فی دو. کدام نظریه و مفکوره که داره
برباد است. مجاوره ما برباد نیست. سالا از جماعت نماز محروم، نماز نمیخوانه. در اونجا خاک آنقدر دروغا را برای زیارت جور کرده می باشه که تو بری برات قصای غلط میکنه که پرسان نکن. نظرای غیر الله را کرده رویست، بدبخت است، تباه شده. موسی علیه السلام هم میگه این قوم تباه شده است. و باطل ما کانوا یعملون، باطل است، هیچ اثر نداره آن چیزی که انجام میده. محنت میکشه، زحمت میکنه، یا قطعا مفاد نداره. این سبب نجاتشان نیست، هلاکتشان است. امروز هم بسیار مردم در روزای نوروز از این کتل سالنگ با این سختی که برف کوچا میه مردم در مزار میره. برف کوچ موترش هم میگه شهید شد. این مشرک بود، این رفته روی بود در مزار، تو میگی شهید شد. هر کس که وفات میکنه شهید شد. دین میدانست یا نه؟ اگر این دین میدانست، قرآن میدانست، چرا سفر میکرد؟ این سفر که باز چرا در روز نوروز، در روز عید مجوسی ها حرکت و سفر میکنه؟ به قبر محمد رسول الله سفر نادرست است. خودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. در مسجد سفر کردن جایز گفته، مسجد حرام، مسجد نبوی و مسجد چی؟ اقصا. نگفته کسی را. خود میگه اللهم لا تجعل قبری چیستا وسنا یعبد، قبری مرا بت جور نکو که در اینجا عبادت کرده شو، مردم از جای دور برش بیا سفر بکنه. اما اینجا به نام زیارت هر طرف است، هر کار کرده رویست، باطل است، در بدر خاک بسر هستند. قال غیر الله یبغیکم الها. موسی علیه السلام به قوم خود میگه آیا غیر از الله برای شما طلب کنم الها، برای معبودیت، برای پرستش غیر از الله دیگه چیزا برای شما مقرر کنم؟ و هو فضلکم، در حالی که برتری داده شما را علی العالمین، بالای تمام مخلوقات، یا بالای مخلوقات یا زمانه، بالای تمام مخلوقات اگر بگیریم مراد از بحر تیر کردن. ما را تیر نکرده، امت پیغمبر علیه السلام از بحر تیر نشده، لیکن قوم موسی علیه السلام تیر شده. ما از ظلم فرعون نجات پیدا نکردیم، لیکن الله متعال موسی علیه السلام قومش نجات داده. نعمت هایی که سر از او آمده خصوصی نعمت هاست، راستی ده اون نعمت ها از ما کده بالاست، اما در عمومی نعمت ها از ما کده بالا نیستن. به طور عمومی برتری از امت پیغمبر علیه السلام است، اما در نعمت های خاص الله برتری برش داده. پس ذاتی که شما را برتری داده، شما را حیثیت داده، شما را عزت داده، شما الله را بگذاری بری نعوذ بالله بت سجده بکنی یا به مثل بت پرستا و یک چیز دیگری را معبود جور بکنی. اگر این گپ برای قوم موسی علیه السلام موجب عیب و طعن است، آیا برای امت محمد رسول الله موجب عیب و طعن نیست؟ که اولاد الله داده، شفا را الله داده، عزت برش الله داده، اما این نظر به نام سخی و به نام حسین و به نام فاطمه رضی الله عنهم میکنه. چی فرق است اینجا؟ اینی علمای بدبخت پیدا میشه دور از علمای حقانی که باز میگه این در مورد بنی اسرائیل است. الله متعال با کسی خیشی و کسی داره؟ با کسی رشته نسب داره که فلانی را بگویه فلانی را نگویه؟ الله متعال پیشش عقیده مهم است. این واقعه را که بیان میکنه برای تو بیان میکنه که تو الله تا بشناس. کدام ذاتی که تو را برتری داده در کل امتا، پیغمبری تا و خودی تا، چطور شده میتونه که تو الله را بندگی نمیکنی، تابعداری رسول الله را نمیکنی، باز میری به قبر سجده میکنی؟ این کدام دین است؟